این کارت الکترونیکی باعث شده که مردم از اومدن تو استادیوم براشون مشکل ایجاد شه. من اعتقادم اینه که به هیچ وجه این نشنال، اول از این که هوا سرد بود، یکی این بود، یکی هم این که بازی روز پنجشنبه برگزار شد، به خاطر همینه. والا بیشتر عزیزانی که تحصیل کرده اصلا در مدارس بودن، به خاطر اون افت تماشاگر رو داشتیم. از دید هواداران بطن جریان کلا مثبته، ولی که در این بین ما دو تا مشکل داریم. یکی مشکل قصور از طرف کارفرماست، مشکل دوم قصور از طرف پیمانکار مجری طرحه. اصلی ترین مشکلی که الان دامنگیر هواداران تراکتور و همچنین شهرداری هستش، عدم فروختن بلیط‌های الکترونیکی تو استادیوم هستش. شب بازی میری بلیط رو شارژ کنی، شارژ نمیشه. یکی میگه سایتش کار نمیکنه، یکی میگه اعتبار ندادن، یکی میندازه گردن مخابرات، نمیدونم فلان و بیسان. میای اینجا میگن آقا اینجا هم شارژ نمیکنیم، نمیدونم کارت خون کار نمیکنه. از اول فصل شما فکر کن چند تا بازی تراکتور افتاده روز تعطیل. معمولا روزهای وسط هفته است، ساعت 3 بعد از ظهر طرف از اداره در میاد، از مدرسه در میاد، هر مدرسه تعطیل میشه، بدو میان اینجا ازدحام میشه. حالا یکی هم از کارتا که مثلا خطا بده نره تو، شما فکر کن فشار جمعیت از این نردا چه اتفاقی میفته. اگه کار میکردن که به تبع این خیلی عظیم هوادارا اینجوری سرخورده بر نمیگشتن. هواداری از پشت نردا وایستادن بازی رو تماشا کردن یا برگشتن. ما باید شرایط رو به گونه‌ای بکنیم هر کی پول داشت بلیط بخره، کارت الکترونیکی بگیره بیاد داخل استادیوم. هر کی پول نداره درو باز کنن بیاد داخل. بچه 10-12 ساله گناه نکرده که پشت در باید بمونه. ما الان 2-3 هزار نفر پشت در موندن، آقا یه نفر پول تو جیبش نیست، از شهر اطراف اومده 12 سال سنشه. من امتحان کردم خودم در کنار این کارت هایی که در کنار گوشی های موبایل قرار میگیره، موقعی که زنگ میخوره مبلغی که شارژ کرده پاک میشه. جایی برای فروختن بلیط الکترونیکی وجود نداره، یعنی طرف مجبوره فقط از پشت میلا بازی رو تماشا کنه. من بهتون اینو قول میدم که به هیچ وجه در دفاتر خدمات ارتباطی، کافی نت و خود سایت هیئت فوتبال مشکلی وجود نداره و عزیزان بعد اینکه این بازی تموم شد از فرداش میتونن برای بازی بعدی شارژ بکنن. مسئله دیگه هم هست که این کارتا فقط تو تبریز فروخته میشه. اگه قراره فروخته بشه شهرستان دیگه هم میان اینجا با مشکل مواجه میشن. این تیم مال مردمه، مردم باید راضی باشن. من اگر احساس بکنم یه جایی کسی پول تو جیبش نیست راش نمیدن داخل استادیوم، رو نیمکت تیم تراکتورسازی نمیشینم. این کارت هایی که به اصطلاح در دست عزیزان هست تا 10 نفر برای هر بازی میتونن شارژ بکنن. این امکانات در این کارت ها اینجوری وجود داره. چرا باید بچه 12 ساله تو این سرما بیاد بشین از بالا اون تپه‌های اطراف تیم تراکتورسازی رو بازیش نگاه کنه؟